سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که عمل جراحی به خوبی انجام شده باشه. من نکاتی رو برای بعد از عمل خدمتتون عنوان میکنم که این نکات کمک میکنه که دوران رو بهتر بگذرونید. اول از همه نکته اول در مورد خوردن و آشامیدن هست که در صورتی که شما در هنگام عمل بی‌حس شدید از ناحیه کمر، خیلی محدودیت زیاد نیست، میتونید آشامیدن رو شروع کنید. ولی اگه بیهوش شدید باید کاملا هوشیاریتون برگرده بعد از برگشت به بخش و در صورت هوشیاری کامل آشامیدن رو شروع کنید. برای شروع از آب شروع میکنیم. مقدار کمی آب میتونید بخورید. اگه حالت تهوع نداشتید بعد از یک روبی میتونید آب مجددا مصرف کنید و یا مایعات دیگر رو کم کم اضافه کنید، مثل آب میوه، چای شیرین و اینها. اگه بعد از یه ساعتی باز هم مشکلی از لحاظ حالت تهوع نبود، میتونید سوپ بخورید و یا غذاهای دیگه اگه اشتها داشتید. اگر هم اشتها نداشتید ضرورتی به خوردن غذا نیست، همون خوردن مایعات کافیه برای روز اول و ما بیشتر نگران کم‌آبی بدن شما هستیم. خیلی غذا واجب نیست، میتونید از بعد که اشتها برگشت شروع کنید. خب، نکته دوم در مورد حرکت هست، اینکه بی حرکت باشید یا نه. ما محدودیتی باز از لحاظ حرکت در بیمارانی که تعویض مفصل شدن نداریم. میتونید حرکات رو شروع کنید. ابتدای کار بهتره که کمی بشینید لبه تخت و چون بعد از بیهوشی و بی‌حسی ممکنه که شما فشار خونتون پایین باشه و سرگیجه داشته باشید و این حالت ممکنه تا 1-2 روز بعد از عمل هم ادامه داشته باشه. ما نگران این هستیم که یه دفعه سرتون گیج بخوره، زمین بخورید و این مشکلات پیش بیاد. بنابراین همیشه اول کمی بشینید. اگه سرگیجه نداشتید بعداً میتونید شروع به حرکت کنید. حرکات رو هم همکاران من در بخش بهتون توضیح میدن. یکی حرکت پاندولی زانو هستش که ابتدا باید شروع کنید. کنار تخت میتونید زانوتون رو حرکت بدید به آرامی. در ابتدای کار ما نیاز نیست خیلی خم کنید زانو رو، ولی به تدریج بر از این 2 هفته بعد از عمل باید این کار زیاد بشه. یعنی بعد از 2 هفته باید به حدود 90 درجه خم شدن زانو برسه و این کار رو چندین بار در طول روز باید انجام بدید. روز اول بعد از عمل ما خیلی اصرار نداریم زیاد این کار رو بکنید، چون ممکنه خونریزی اتفاق بیفته در محل عمل و پانسمانتون کمی خونی بشه. البته جای نگرانی نیست، اگه اینجوری بشه پانسمان عوض میشه، اما برای اینکه مشکلی پیش نیاد بهتره که از روز دوم این کار رو بیشتر انجام بدید، یعنی در طول روز چندین بار انجام بدید. مسئله دوم راه رفتن هستش که شما میتونید راه برید و برای راه رفتن میتونید کاملا وزنتون رو روی اون پایی که عمل شده بندازید، چون هیچ گونه محدودیت از لحاظ تحمل وزن نداره. اون کاملا محکمه. نگران باز شدن بخیه و اینجور مسائل نباشید و حتما از واکر باید چند روز اول استفاده کنید، چون ما میگم نگران تعادل شما و زمین خوردن و سرگیجه و اینها هستیم. بعد از چند روزی اگه خودتون احساس کردید که میتونید بدون واکر راه برید، میتونید بدون واکر راه برید. در طول روز باز باید چندین بار حتما راه برید، یعنی هر 1-2 ساعت که استراحت میکنید باید بیاید پایین از تختتون و راه برید. تو خونه هم که حتما روی تخت باید استراحت کنید. روی زمین به هیچ عنوان حق ندارید تا زمانی که ما نگفتیم بنشینید یا استراحت کنید. من توصیهم اینه که 1-2 روز اول وقتی بیمار میخواد تا دستشویی و اینها بره، حتما یه نفر همراهش بره، چون ممکنه سرگیجه داشته باشه. در مورد بالا رفتن از پله هم همینطور. اگه پله ها کوتاه هست و کم هست مشکلی نیست، همین روز اول هم میتونید برید. اما اگه تعداد پله ها زیاد هست، روز اول بهتره که با وسیله بیمار رو حمل کنید به اون طبقه مورد نظر. اما روزهای بعد کم کم بیمار میتونه این کار رو بکنه. حتما باید پله ها نرده داشته باشه، بدون نرده خیلی خطرناکه و این موارد رو در مورد راه رفتن باید حتما بهش دقت کنید، چون مهمترین چیزی که ما بعد از عمل از شما میخوایم همین راه رفتنه. بیماری که راه نره بعد از عمل، وزنش رو پاش نندازه، دچار مشکل میشه، خطرات و عوارض پیش میاد، زانو خوب خم نمیشه و مشکلات دیگه. نکته دیگه ای که باید اشاره کنم در مورد شرایط استراحت در منزل هست که قبلا هم البته اینها رو گفتیم. باید حتما توالت فرنگی حتی الامکان بلند باشه که راحت مریض روش بشینه. تخت خواب که اون هم بلند باشه، خیلی کوتاه نباشه و صندلی و میز برای نشستن و غذا خوردن و کارهای دیگه. واکر برای 2-3 روز اول که گفتم خدمتتون باید باشه. روی تخت هیچ گونه محدودیتی برای اینکه به چه شکلی بخوابید اگه زانوتون عمل شده ندارید. کسایی که زانو رو عمل کردن میتونن به پهلو بخوابن، به یه طرف یا هر جور که راحتن و این باعث میشه که دردشون کمتر بشه و راحت تر باشن. کسانی که مفصل هیپ رو عمل کردن، مفصل لگنشون رو عمل کردن،
به اون طرفی که عمل شده فعلا نمیتونن بخوابن، به طرف مقابل میتونن بخوابن، ولی باید حتما بین دو تا پاشون یه بالش باشه. چه وقتی که تاق باز میخوابید چه به پهلو باید یه بالش باشه که دو تا پا از هم باز باشه. اگه اینو رعایت نکنید خطر در رفتگی وجود داره تو کسایی که مفصل لگنشون عمل کردن. تو مفصل زانو این مشکل وجود نداره و خیالمون راحت هستش. بعضی بیماران میان روی زیر زانو یه بالشتی چیزی میذارن که راحت تر باشن. این اصلا کار مناسبی نیست. اگه پا ورم داشت و به دلیلی خواستید زیر پاتون بلند بشه، زیر ناحیه مچ پا باید یه بالش بذارید. زیر زانو باید خالی باشه که زانو صاف باشه و عادت نکنه به اون حالت خمیده. توی منزل هم دقت کنید که اون محلی که میخوان برن تا دستشویی اونا جسمی سر راه نباشه، قالی نباشه که به پاشون گیر کنه و چیزای اینجور چیزا رو باید رعایت کنید که مسیر راحت باشه، که راحت بتونن مسیر رو طی کنن و برگردن. خب مسئله بعدی مسئله پانسمان هست. همونجور که میبینید پانسمان شما از انتهای پا پیچیده شده تا بالای زانو و پانسمان باید به همین شکل باشه. به هیچ عنوان فقط محل عمل رو ما پانسمان نمی کنیم. پانسمان از روی انگشتای پا تا بالا باید باشه. نیاز به تعویض پانسمان در طول این 2 هفته اصلا وجود نداره. پانسمان رو باز نکنید لطفاً. اگه به دلیلی پانسمان توی منزل باز شد، شل شد، خواستید دوباره ببندید، پانسمان باید دوباره از ناحیه پنجه پا تا بالا بسته باشه. گاهی وقتا دوستان میرن مثلا یه پرستار یا کس دیگه ای رو از دوستاشون آشناهانشون میان منزل که پانسمان رو عوض کنن و اونا هم به اشتباه فقط ناحیه زخم رو پانسمان میکنن. این خیلی خطرناکه، خطر دیویتی رو زیاد میکنه، ورم رو تو قسمت پایین زیاد میکنه. بنابراین به پانسمان اصلا دست نزنید. اگر هم باز شد خواستید ببندید، از ناحیه پنجه پا باید بسته باشه. اگه خواستید حمام تشریف ببرید، میتونید با یه پلاستیک روی پانسمان رو بپوشونید، پلاستیک بزرگ، و حمام برید. محدودیتی برای رفتن ندارید که خیس نشه. اگه خیس شد باید پانسمان عوض بشه حتما. و نکته دیگه این که در صورتی که پانسمان ترشح خونی داشت و احساس کردید یه قسمتی از پانسمان آلوده شده، خونی شده، میتونید عکسش رو بگیرید و از طریق همون شماره‌ای که قبلا فیلم آموزشی براتون فرستاده شده، شماره کلینیک ویژه هست، اون عکس رو بفرستید و به من نشون میدن. اگه نیاز باشه میگیم بیایید که پانسمان رو براتون عوض کنیم. و اگه چیز مهمی نباشه یا خونریزی کم باشه، ممکن اصلا نیاز به تعویض پانسمان هم نداشته باشه.